غیر تو هر نقش دیگر رفته از یاد من. قطعا من هر وقت که شما رو ببینم متولد میشم و هر بار که شما رو ببینم روز تولدم بوده. امشب هم یه بلایی از سال 23 آبان 60 از آسمون نازل شد که گریبان شما رو گرفت. قربونتون برم، خیلی خیلی خوش اومدین. قدم روی چشمای من گذاشتیم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. مرسی از اینکه این قاب رو ساختیم برای من. حتی فکرشم نکن، نمیشه ادامه داد. تو میان ببخشمه، همه چی یادم میاد. نگو بیرم شدم، واسه من که ساده نیست. نگو بار آخره، اولین بارت نیست. اولین بارت نیست. خدا بیم چی کارش کنه. پای ریشام احسان فکر کن ساعت 3 صبح منو ببینی دارم اینجوری میکنم. پارسان در همین حد مجوز داریم. پارسان بودن دوستی داشتم میگفت که تو چون شعرات خیلی شعرهایی که بیشتر کاساری که کار کردی کاسان آسان سخت خدا وکیلی سخته. میگفت بیشتر آثاری که کار کردی چون شعر جدی هن یا اجتماعی هن یا عاشقانات سنگین هن به اصطلاح. میگفت که تو چرا اینقدر اکت میکنی رو صحنه؟ میگفت که مخاطب قربونه حتی اما شما در اکته. بعد میگفت که قربونتون برم، میگفت که آره چرا تو این کار نکن، مخاطب جدی نمیگیر و اینا. سالا پیش میگفت چرا ریش گذاشتی چرا. من بهش گفتم که بیشتر مهم اینه که تو شبیه آثارت باشی. احساس میخوایی بدی الان با اینا؟ من همیشه توپو میزنم جلو شما. خیلی خوب حرف میزنم تنهایی. آره. بسیار نوازنده خوب ویولون. بسیار نوازنده خوب ویولون هم جمله عجیبی بود که گفتم. من شرمنده اسمشو بگو دیگه. خیلی خوبه. به خدا از چه کاری هستن من میخوام لفظ قلمم. تو رو خدا کاملا تا تمام دنیا شاهد سقوطه، عاشق تو باشه میرفتی با شکستن من. انتقام چی رو از خودت نمیگیری جانم. اشتباه گذاشتی. ببخش من الان میام. همین شگر رو یاد گرفت. قشنگ تو سکوت گفت مغلوب. بالاخره شب بزرگیه و من به دنیا شوخی دارم میکنم. این موقع خاک نزن اینو بذارن بگن گراهی مغروس از این توفه بمبه نمیدونن فلان.
من از این عروسایی میشدم که تو عروسی خودشون میرقصیدن همیشه توی این آهنگ خیلی بالا پایین میکنم. احتمالاً با خاطر تذکر دادم تو ارشاد این کاری کرد که دیگه من نتونم کاری کنم. خب بریم آهنگ بعد. بریم. این شد بابا چطور؟ منتظر این بودین آره؟ انتخاب با شما. بخونیم پار سنگو. اونایی که میگن بخونیم، اونایی که میگن نخونیم، اینایی که میگن بخونیم میخوان دیگه ما رو نبینن اون سنگو. خوندیمش دیگه، اون حالا حرفا رو زدیم. خب قربونه. اتفاقا فردا سالروز انتشار پاره سنگ اتفاقا. انشالله یه روزی بتونیم بخونیمش بدون اینکه مسئله باشه. خب آهنگ شاد یا غمگین؟ یعنی غمگین نخونیم امشب؟ اونایی که میگن غمگین نخونیم جیغ بزنن. اونایی که میگن غمگین بخونیم جیغ بزنن. یه بار دیگه میپرسم، برای بار دوم میپرسم، فقط گلمول نچینید تو رو خدا وقت اون میدید. آهنگ شاد، آهنگ غمگین، ماشاءالله سینه سوخته این از خودم. بریم اون لحظه احوازی کنم. خب با هم بکنیم. پیدا شدیم. همیشه همینجوری تقلبا رو من قوم میکردم بچه. این فوتبال بولیه تو داری میزنه. رابین هودی بزن. بزن. از خودت خبر بیار داره خودت میکنه. خبر بیار هوا رو خود میکنه. از خودت خبر بیار موهاتو تازه باز کن. عشق من بخند به گریه دراز کن. از خودت خبر بیار موهاتو تازه باز کن. عشق من بخند. دارم چی میخونم؟ کتابو باشه پس اومدم چی بخونم براتون؟ آهنگ براتون میخونم. آهنگ که نمیخونم براتون. میخونم. دروغ نمیگم میشمارم دونه دونه. کمه هرچی من که به خدا صدام تازه وا میشه آخرای کنسرت. خیلی دوستتون دارم. خیلی مخلصیم. به افتخار جناب پیرایش دست بزنید. آقای پیرایش طلوع کنید آقا. خب خدا نگهدار.